دلم تنگ است ای ساقی، بده یک جام لبریزم، که پشتی پا زنم بر رسم دو دنیا و برخیزم. چو دریایم که عصیان است هر پستاب و خیزابش، حلیمی خانه و با ساحلی سنگین بیستیزم. اگرچه رودها در بحرها با هم بیامیزند، من اما هیچ نتوانم که با هر رود آمیزم. ولی چون در رگم جاری است خون جان نثاری ها، و پای دشت های تشنه لب سرشار می ریزم. ز بس یار خداوند است در هر خانه این دهر، کنم تعظیم بر هر در، به هر درگاه گل ریزم. خوشا روز ازل بر عشق عاشق آفریدندم، همه عشق است حرفی من، ز دیگر حرف پرهیزم. به مکر خسرو ارچه ماندم از کام شیرین دور، ولی با جان شیرین بیشتر واصل ز پرویزم. تو گر از گردن من حلقه دستت نه آویزی، من اما دل به گیسوی پریشانی تو آویزم. شروع یارد به من روی گلت از مهر یا از ناز، عروسی نوبهاران بشکفد در پای پاییزم. خلاصه حرف هوشیاری و سرمستی من این است، که با تو رشک دارا، بی تو من نادار و ناچیزم. سلامت باشید، سلامت باشید. پاینده بود این همروانی، این همزبانی، این سوزش، این سازش با کاغذ و با قلم. سلامت باشید. سلامت باشید. درود ای هموطن، بیننده بسیار هوشمند. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی، و از دیدن چهره بسیار گرم، از شنیدن صدای بسیار نرم خوب احساس کردید که کی هستند مهمان نوبتی در برنامه واژه‌زار معانی. ما گروه ایجادی با کمال احترام با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان از پذیرفتند و آمدند. استاد بسیار گرامی قدر، شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی عسکر حکیم را که در آغاز برنامه یک شعر تازه را اهدا کردند و ما صحبت خواهیم داشت همراه استاد از بازیافت ها، از دیده ها، از چیده هایی که در سال 2014 در ذهن استاد همچون یک نفر شهروند، همچون یک نفر ایجادکار، همچون یک نفر عالم نقش بست و ما مطمئنیم که به حیث مخلصان اشعار استاد، به حیث وارثان نماینده ملت کتابدار و کتابخوان حتما باز خواهید کرد در دل را به سوی ما و می توانید که بکشاید محتوای صحبت ما. استاد به برنامه ما شما خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر صدقه برای دعوت. محبتتان، صدقه احترامتان. و این شعر تازه بود، این شعر بود که در سال 2014 ایجاد شد و چقدر بیت ها ایجاد شده باشند در سالی که گذشت، چی دیده ها باشد، چی چیده ها باشد در ذهن شما از سال 2024. بفرمایید از این منبر بلند آزادی سخن از شما، از خاطره ها. تشکر. ببینید من سال روان، یعنی همین سال 2024 اساساً به نوشتن اشعار غنایی مشغول بودم، یعنی شعرهایی که مثل حماسه درو دراز نیستند و داستان نیستند و منظومه نیستند، بلکه انواع
غنایی شعر یعنی شعرهای مختصر از جمله خب غزل، چهار پاره، رباعی، دو بیتی و مانند اینها. چی نیازه بود استاد؟ ببینید من وقتهای آخر بیشتر رباعی دو بیتی هم می نویسم و غزل هم. چرا خودم در این باره فکر کردم که چرا من این طور میکنم و به ذهنم رسید که ببینید مخصوصا در انواع مختصری شعر، رباعی دو بیتی و این چیزها، در یک چند مصرع کوتاه، 4 مصرع رباعی دو بیتی از 4 مصرع عبارت است، می توان از گوناگونترین جهت‌های زندگی سخن گفت. بله. ببینید زندگی ما به اون درجه گوناگون پهلو است که نامبر کرده نمی شود. چقدر مثلا در زندگی هر روز ما با واقعه، انسان‌ها، اشیاءها، حادثه ها روبرو می شویم و اگر این من خواهم که همشه در یک شعر مفصل در هر یک موضوعش بگویم باید وقتی بسیاری داشته باشم. بله. خب این کارم میکنیم البته و حادثه واقعی که نهایت مهم است و در مثلا 4 مصرع نمی گنجد اون البته در شکل مناسبش میگوییم، ولی ببینید من همین گونه احتیاج حس کردم که میتوانم در همین 4 مصرع خیلی مضمون‌های بگویم و به همین کار سالهای آخر مشغول هستم و پیشم مشغول بودم. سببش هم میدونم برای چی. سببش برای آن بود که من همیشه در وظیفه‌های مسئول کار میکردم، از جمله سرمحرر هفته‌وار ادبیات و صنعت 10 سال، 12 سال پس از این رئیس اتحادیه نویسندگان، 5 سال دیگر معاون رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان. اینها وظیفه‌هایی بودند که نهایت وقتی آدم بسیار می‌گرفتند و من حالا درک میکنم که من برای آنکه توانم احساس و خب افکاری را که در من در لحظه به وجود می بیاید اون به واسطه همین دو بیتی و رباعی ifade کرده بودم و در کتاب های پیشینه من مثلا در روز امید هم یک بابی کلان رباعی دو بیتی ها هست، مخصوصا رباعی. حالا هم معلوم می شود که فرصتی بسیار ندارم چون که هم به کار تحقیق مشغول هستم. خب در اکادمی علوم تاجیکستان در انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی در شعبه ادبیات معاصر و من در اونجا نقشه دارم، باید اون نقشه را اجرا کنم و نقشه اساسی من تحلیل و بررسی شعر معاصر تاجیک است. بنابراین همین این هم وقتی بسیار میگیرد و من معلوم می شود که اختیار میکنم که همین چیز در یک شکل کوتاه و مناسب گویم و همچنان که چیز دیگر را گفتم این است که من به همین واسطه میتوانم بر گوناگونترین موضوعهای زندگی دخل کنم و چیزی گویم. بله. من ببینید سال 2023 به نشریات ادب 2 جلده اشعارم پیشنهاد کرده بودم. جلد یکمش داده بودم که خب چاپ کنن، جلد یکمش چاپ کردن، مجموعه آثار یک تقریبا 500 صحیفه. جلد دومش تا حاضر نبردم، به نشریات ندادم، میدونید عیب خودم هم هست. اون کم کم چیز علاوه کردم، تحریر کردم، سرش کار کردم. 2 سال گذشت جلد یکمش برآمده که جلد دومش نیست و همیشه شب و روز کار درباره جلد دومش تمام کردم، هرچند همون وقتم تیار بود، اما از بین که مثلا قریب 1 سال 2 سال گذشت باز چیزهای تازه به وجود آمد که اونم همراه کردم. بله. و همین شب و روز گویا نسخه آخرش تیار کردم و در نوتبوک حساب کردم که تقریبا بیشتر از 1200 رباعی اونجا هست، بغیر از شعرها، بغیر از شعرها و بغیر از دو بیتی ها و بغیر از انواع دیگر شعر قریب 1200 رباعی و همین قدر قریب با دو بیتی هست. و من به خودم فکر کردم که ببینید این 1200 فرض کنیم اگر رباعی باشد، همین
تقریبا قریب مثلا شاید اطراف 1000 تاش موضوعهای گوناگون باشد. خب بعضی موضوع البته تکرار میشوند، فرض کنید مثلا عشق، تصویر طبیعت، صداقت، وفاداری، این چیزها موضوع یک، اما طرز گفتنش البته دیگر. اونجا اشیای دیگر، حسیاتی دیگر، البته دیگر. یعنی من از خودم یک اندازه راضی شدم که من به همین قدر جهت‌های زندگی دخل کردم. مثل که رسالت شایسته انجام یافته. بله بله. یک چیزی دیگر من خیلی فراوان استفاده میکنم وقتای آخر. از یک جهت منفعت دارد، از جهت دیگر ضرر هم دارد. البته منفعتش در اون که من فیسبوک در نظر دارم، واسطه شبکه‌های اجتماعی. ببینید حتی همین سال حالی به یادم نرسید است که به هفتهوار ادبیات صنعت یا مجله صدای شرق شعر برم، چون که هر چیزی که پیدا شد در همین فیسبوک بپرتویم، مردم مثلا فکرشان می نویسند و خوب می خوانند و می بینند، همین که دیگه مثل یک قانع می شوم. هرچند اونها در مطبوعات حالی چاپ نشدن، شاید یه عالم باز چاپ نشده ها. البته چاپ شوند بهتر بود، اما معلوم می شود که در این کار کم حوصله شده ایستادم. لیکن خوبی مثلا این شبکه‌های اجتماعی در چیست؟ خوبیش در اون است که اولش اینکه تعداد خواننده هاش زیاد است. یعنی استاد عزیز مثل که هر روز زندگی در آغوش سال 2024 آزاده آهنگی های خود را داشت برای شما. هر روز زندگی مثل که رنگ و رنگی های خود را داشت. بله، هم مطبوعات میخوانم، هم شبکه‌های اجتماعی بسیار روز فعال هست و باور کنید در کشورهای دیگر البته از روی اون شبکه‌های اجتماعی کارهای علمی نوشته ایستادند، چون که شاعران نویسنده از آن بسیار فعالانه استفاده میکنند. خب بنابر همین واقعا درست قید کردید که من قریب روزی را نمیدانم در همین سال که من مثلا فارغ از همه کار باشم و هیچ درباره کار یا که نوشتن فکر نکرده باشم. قریب که این خیلی نیست. عموما عمر من همیشه همین خیلی است. شعر معاصر تاجیک استاد در سال 2024 به شعر جهانی چیز علاوه کرد یا نه؟ البته ببینید من نگاهی بسیار هم امیدوار و باورمند به آینده دارم و به جوانایی که امروز هستند. من شعر اگر تنها در نظر داشته باشیم، شعر جوانهایی که امروز هستند، مثلا اکنون جوان گفتم و که در نظر داریم، فرض کنیم خب طالب لقمان، محی‌الدین صبوری، خب آذرم دیگر اگر جوان گوییم، یا که جمشید عارفیان و دیگرانی که هستند، دخترها مفتونه قاسم، رودابه مکرم، اینها شعرهایی می نویسند که من جوانی نسل خودم را یا اینکه نسل پیش از ما را با ایجادیات همساله اینها اگر مقایسه کنم فرق کلام میبینم. اینه باید خالصانه گفت. بله. این از اون وابسته است که معیار شعر معاصر نسبت به سالهای پیشین خیلی بالا رفته. بله. این حقیقت است. هرچند بسیار در بیان، در ابراز اندیشه، یه گفتگو، هرچند در تصویرها، که نسل‌های در استفاده صنعت‌های شعری از من کلان سالتری که نسل‌های ما شکایت میکنن که دوره ما شعر شکوفانتر بود و موضوعهای اجتماعی بیشتر بود، این گونه حرفا. اما اگر منصفانه نگاه کنید فرق از زمین تا آسمان است. زیرا ببینید زمان دیگر شد و اون امروز جوانها با اون چیزهای دسترسی دارند که مثلا من در جوانیم با یک عذاب اونها را پیدا میکردم. بله. مثلا خواندن اشعار مثلا همزبان ما از شاعرای ایران، افغانستان، بله. یا اونهایی که مثلا در کشورهای دیگر به تاجیکی و فارسی می نویسند. ما در دوره دانشجویی ما این خیلی کتاب‌ها را نداشتیم. بله. من رفته از همون شعبه شرق شناسی بود، شعبه ادبیات شرق بود، مثل اینکه ادبیات خارجه در کتابخانه فردوسی کتاب فارسی شعر معاصر ایران هم میگفتم پیدا نمیکردم، نبود.
من یگانه کتابی که همون سال‌ها یافته خوانده بودم نام یک شاعری بود با نام کارو و همون چند مثلا ورق در همون کتابخانه بود، من وی یافته خوانده بودم. حالا مرحمت همه کتاب‌ها دسترس هستن. مثل که استاد، مثل که با شکرانگی فضای صاحب استقلالی اگر یک کمی کوشش می‌نمایند، اگر یک کمی عشق دارند، اگر یک کمی تلاش دارند، شعر ما سبز و سیراب و مست تپش احساس می شود. البته البته در ژانرهای دیگر هم، در نثر هم همین حالت هست، در شعر، در همه ساعت. چون که همچنانی که صحبت کردیم همه چیز دسترس شد. و غیر از این یک چیز مهم دیگر، زمان که دیگر شد، خصوصیت اجتماع، خصوصیت زمان دیگر شد. بله، طلب‌ها دیگر شد. بله، مخصوصا در زمان استقلال به ما دست داد که به هر موضوعی که می‌خواهیم از روی حقیقت و عدالت مناسبت کنیم. بله. تاریخمان هم، امروزمان هم، فردایمان هم. از همین جهت اگر ما منصفانه بها دهیم، هم زبانمون، البته ادبیات به زبان خوب رشد نمی‌کند. مواد اساسی ادبیات زبان است. بنابراین همین هم زبانمون و هم ادبیاتمون در زمان استقلال و زمان زندگی نو خصوصیت‌های بسیار جالبی پیدا کرد که برای تمام جهانیان، برای تمام خوانندگان دنیا قابل توجه هستند. تاجیکی و میلی شد. خب ولی ببینید حتی ما زمانهای پیش کم مثال داریم که کتاب‌های مثلا شعر و نثر ما فرض کنیم در کشورهای همزبان ما چاپ شده باشد. بله. خیلی کم، قریب که نیست. سالهای مثلا عصر 20 اگر نیمه هاشا در نظر گیرید، نه در ایران نه در افغانستان. حالا ما قریب هر ماه میشنیدیم که کتاب فلانی در یا افغانستان یا در ایران یا شعرهاش یا سلسله شعرهاش در مجله چاپ شده است. ببینید یعنی که ادبیات الکی به همین حوزه بزرگ عمومی زبان فارسی و تاجیکی مطابقت میکند که اونها میگیرند و چاپ میکنند. اعتراف شدیم، پذیرفته شدیم. بله. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. در آغوش زندگی 2025 در تقویم تازه، در آغوش زندگی که شروع می شود در این سال از فصل سرما، در آغوش سفیدی ها، از زندگی شاعرانه، از پژوهش، از شعر، از ادبیات چی انتظار است؟ چی آزاده آهنگی ها می خواهد قلب شما، ذهن شما؟ بله، من خوب از جهتی کار باشد اگر البته میخواهم اون نقشه های علمی که در اینستیتوت دارم، یعنی نوشتن آچرک های شعر معاصر تاجیک انجام داده توانم، هرچند اون کار یک سال نیست، البته یک سال نیست، در چند سال طول میکشد سر اون کار کنم و در نوشتن شعر چیزهای بدیعی باشد اگر خوب آرزو میکنم که البته از اون چیزهایی که ما می نویسیم اقلا یک بیت دو بیت برای آینده ها ماند. و از زندگی هم آرزو میکنم، من در یک رباعی هم میگویم که یادی که زیما در این جهان میماند، در قلب فگار یار جان میماند. دیگر همه چیز رود از یادش، هم آن مهر که ماندیم همان میماند. بله. و من بسیار میخواهم که اون مهری که من به مردم دارم، به دوستانم، به خویشاوندانم و به فرزندانم و خوب به همه همچنانی که گفتم مردم دارم، خب همون مهر از ما ماند و مهر اون چیز است که جاودانه است و همیشه از آن با محبت و سپاسگزاری یاد خواهند کرد. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. به برنامه ما خوش آمدید. اگر تقویم عوض شد، اگر صفحه های تازه تقویم سال 2025 باشد، تمنا میکنیم استاد که هر صفحه تقویم زندگیتون در همین سال 2025 با رقم سعادت، با رقم صداقت، با رقم خجستفالی و خیر و برکت آغاز شود و تا انجام صفحه آخر 2025 همین گونه زیبا و آزاده و پر از آزاده آهنگی باشد. سلامت باشید. سپاس از شما.
صحبت ما شروع شد استاد با یک شعر تازه در بیان بسیار نوتکرار شما، باشد که در انجام هم شما با یک شعر تازه کامی بیننده بسیار هوشمند برنامه ما و کامی خواننده شعر خویش را شیرین بنمایید. تشکر. وقتی که شما دعوت میکنید ما هم صحبت هم سخن میشویم، هم راز میشویم با تماشابینان، با چند میلیون نفر. بله. اما وقتی که شاعر خودش تنها است، هم نفسش دل است، با دلش صحبت میکند. بله. بله. خب و من هم میخواهم یک غزلی خوانم که واقعا صحبت من با دل است و آن دلی که محض تپیش است با یاد زندگی و زمان. بفرمایید استاد، بفرمایید. ما را تو ببخشای دلا، کاری تو کردیم، خود عاشق صد گل شده و باری تو کردیم. در سینه ما بودی و ما از پس هر خوب رفتیم و چه آخر به وفاداری تو کردیم. بودی تو خوش از عشق عزیز به نهانی، ما فاش به عالم همه اسراری تو کردیم. زو بردن دل سهل نبود و ولی افسوس بر غیر تو را داده گران باری تو کردیم. ما گنج تو بردیم و به تو هیچ ندادیم، نه شکر از آن بخشش بسیاری تو کردیم. گلجوش چمن یکسره پژمرد و خزان شد، چون قطع نظر از گل رخساری تو کردیم. عالم همه بشکفت چو سویش نظر باز، با چشم دلی بیدل و بیدار تو کردیم. تا سهل بود بر محل یار رسیدن، رفتار دیگر از ره دشوار تو کردیم. آسوده شدیم از غم دل بردن خوبان، آخر که جهاندار نگهداری تو کردیم. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. سلامت باشید. سپاس از شما. سلامت باشید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زار معانی حضور بسیار مبارک داشتند، ابراز اندیشه های بسیار بیکر و سبز و سازنده نمودند. شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، استاد اسکر حکیم که اینک فشرده صحبت استاد پیشنهاد طیب لطیف شما گردید. پیشنهاد از ما دیگر قضاوت خاطر از شما، چون میگویند آنچه که عیان است سلامت باشید چه حاجت به بیان است. یک زندگی پر از خوبی ها، یک زندگی پر از خوشی ها، یک زندگی پر از وقار، پر از افتخار، یک زندگی پر از سفیدی ها نصیب ما و شما. تا دیدارهای بعدی.